آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ حمله‌ای که بامداد امروز اتفاق افتاد، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت خاورمیانه برگرداند. اسرائیل به ایران حمله کرده. اما واقعاً چه اتفاقی افتاده؟ چرا الان؟ و واکنش‌ها چگونه بوده؟ در این ویدیو همه چیز را با جزئیات به شما میگوییم، از آنچه دقیقاً رخ داد تا پشت پرده‌ها، از تحلیل‌های جهانی. طبق گزارش‌های رسمی و منابع خبری بین‌المللی، در ساعت بامداد جمعه 23 خرداد 1404 چند پهپاد یا موشک به سمت مناطقی در ایران از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و چند شهر دیگر شلیک شده. منابع نزدیک به ارتش اسرائیل مسئولیت این حمله را تلویحاً پذیرفتند. هنوز جزئیات رسمی از تلفات یا خسارات منتشر نشده، اما تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهایی که مردم منتشر کردند، نشانه‌هایی از انفجارهای مهیب را نشان می‌دهند. تحلیلگران معتقدند این حمله در پاسخ به مثلا حمله قبلی به اسرائیل یا تهدیدات سپاه انجام شده. تنش‌ها بین ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر به شدت بالا گرفته بود. برخی میگویند این حمله فقط یک هشدار بود، نه یک شروع جنگ، اما بعضی منابع دیگر از احتمال گسترش درگیری‌ها خبر می‌دهند. مقامات ایرانی گفتند که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی دولت اعلام کرد ما حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دانیم. در مقابل آمریکا، اروپا و سازمان ملل خواستار خویشتن‌داری هر دو طرف شدند. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به شدت درباره این موضوع بحث می‌کنند. برخی نگران جنگ هستند، برخی دیگر خواهان پاسخ قاطع‌اند. آیا این حمله آغاز یک جنگ گسترده خواهد بود؟ کارشناسان نظامی می‌گویند اگر پاسخ ایران سنگین باشد، احتمال درگیری‌های بیشتر وجود دارد. اما به نظر می‌رسد هر دو کشور فعلاً به دنبال کنترل تنش و ناگسترش جنگ هستند. برخی تحلیلگران نیز می‌گویند این حمله بخشی از جنگ اطلاعاتی و روانی است. حالا سوال اصلی اینجاست، آیا این فقط یک هشدار بود یا شروع یک زنجیره خطرناک؟ شما فکر میکنید ایران چه واکنشی نشون میده؟ حتما نظرتون رو توی کامنت بنویسید، چون قرار ویدیوهای بعدی رو بر اساس تحلیل شما بسازیم. اگر دنبال تحلیل‌های دقیق و بدون سانسور از اخبار مهم منطقه هستی، همین الان کانال رو ساب کنید.